سلام خدمت دوستان عزیز. امروز میخوام در مورد برنامه جدید کرگیور صحبت کنم یا همون پرستار خانگی. دوستان اول ببینید که میتونه هم شامل نگهداری از کودک بشه، هم نگهداری از افراد معلول و ناتوان و هم شامل نگهداری از افراد سالمند باشه. این مسئله اول. مسئله دوم این که حتما نیاز نیست که برای شخص حقیقی این کار انجام بدید. شما برای یک شرکت یا مؤسسه حقوقی مثل خانه سالمندان هم میتونید در واقع این کار رو انجام بدید. و دیگه اینکه برای افرادی که الان داخل خاک کانادا هستن از 31 مارس یا مارس در واقع این ثبت نام آغاز میشه و برای افرادی که خارج از خاک کانادا هستن بعد از اون خواهد بود که متعاقباً اعلام خواهد شد. مسئله دیگه این که داشتن حداقل دیپلم بدون شرط سنی، آیلتس CLB 5 حداقل باشه و 6 ماه سابقه کار. حتی اگر این 6 ماه سابقه کار در ایران باشه در 36 ماه گذشته کفایت میکنه. اگر داخل خاک کانادا هستید و 24 ماه تمام این سابقه کار رو داشتید که دیگه کافیه، نیازمند پیدا کردن یک کارفرما یا پیشنهاد شغلی دیگه نخواهید بود، چون در اون حالت دیگه نیازمند پیشنهاد شغلی خواهید بود. و مسئله دیگه این که شما میتونید به جای آیلتس امتحان CLP تف یا TCF اینها هم بدید. البته معادل همون CLB 5 رو در نظر بگیرید که برای آیلتس بود. و اینکه ثبت نام ها رو ما نمیدونیم بر چه اساس خواهد بود. یعنی ثبت نامی که میشه اون افرادی که میخوان بردارن، آیا به طور مثال میخوان بگن که مثلا 4000 نفر اول که ثبت نام بشن ما براشون میداریم، یا هیچ اساس دیگه ای، آیا امتیاز بندی خواهد بود، چیزی اعلام نشده. همچنین شما حقوق رو اگه میخواید در نظر بگیرید و با توجه به پیشنهاد شغلیتون اعلام کنید، بالاخره با توجه به اون استان و دستمزدی که هست در نظر بگیرید، ولی یه چیزی حدود مدیم باشه یا مدیم رو به بالا باشه بهتر هست. برای اطلاعات بیشتر با دفتر ما در ارتباط باشید که وقت مشاوره رو با خود بنده بردارید. موفق باشید.